آدم اومد و زمان مشخص کرد. 100%. حال زمان کجاست فعلا؟ زمان فعلا نیست دمو بگیرم. بسیار یک بچه خوب بود. امید بسیار خوبم تو چی کده؟ تو دور خورد. خواهش میکنم آقای شیرزاد. بسیار جالب بود. خب آرینا سعید یا غزل سادات؟ فقط فکر کو یک دفعه فکرت باشه. فقط یعنی بقى یک جواب بدون به یک دقت بکو که ببینید که خاکای تخته رو مباد کردم. یعنی فکر کو که یک نیست که باور. رو هم چپ. ظاهرا باید آرینا سعید ظاهرا آرینا سعید فکر بدید چیز دوست فعلا نه. دوست از اینها واقعا گردید. نه مفهمیدم از دوست پای شور دبی نید. یا پاریس؟ پاریس زیاد دوست دارم چون دبی فیک از زیادتر. بله بریم به بخش خبر. جنگل پلی کنین دوستا. خاطرات تلخ 2014 در همان زمان کرتی من شد پاره. از ولایت ها به مانند دایکندی این شیر نیست. چرا پیشتر کمر مرا گرفتی چوندی؟ در پیشتلو نیوز. بعد از مدت ها آقای مسلم شیرزاد و از پانتون را رها کرده و پارلمان را رها کرده برقاب آمد. آیا آمدن آقای شیرزاد کدام هدفی در قبال دارد؟ و یا نه صرف به خاطر این که بخواهد با دوستانش حرف بزند؟ برای بس بیشتر این خبر نطاق یک دسته با شماست. نطاقی که یک دست خود را از دست داده و دست دیگر را نیز از دست خواهد داد و این نطاق این گونه با شما حرف خواهد زد. آقای شیرزاد سلام بر شما. جزئیات همیشه بگوین. پخش کنید. جینگل پخش کنین. سلام با شما. جزئیات چیه؟ جزئیاتی که آیا شما کدام هدفی داشتین آمدین در قاب؟ بدون شک زندگی آدم به هدف نمی باشه دیگه.